چه بگی. خب نگاه کن، اول با آن آف دستگاه رو شما روشن کن. خب بیا اینجا چراغه رو میبینی؟ باید بذاری روی برنامه. بیشترین برنامه‌ای که شما نیاز داری برای شستشوی روزانه همین 45 دقیقه است. 45 دقیقه کارتو راه میندازه. لباسا کثیف‌تر بود میکس کردم. 15 دقیقه با آب سرد میشوره. دستی لباس شستی میتونی از خشک‌کن و آبکشی خشک‌کن جدا اینم استفاده کنی. 2 ماه یه بارم بذار رو درام کلین استارت کن، خالی دستگاه خودشو میشوره، ضد عفونی میکنه. موقعی که میذاری رو 45 دقیقه تایمت اینجا میزنه، دما 40 درجه آب و داغ میکنه، 800 دو خوش میکنه. متوجه شدین؟ یعنی آماده است. شما روشن کردی گوشی رو 45 دقیقه دیگه نمیخواد با تمپرچر و اسپید و اینا دما رو بالا پایین کنی، چون آماده است. داره چشمه میداره. نگاه کن استارت میزنی 40 درجه آب داغ میشه، 800 دو خوش میکنه. دستگاه میشوره، آب میکشه، خوش میکنه، تخلیه میکنه، بوق میزنه، خاموش میشه. این چیزش اینجا سفید کننده ها رو میریزی، نرم کننده، تاید مایت هم چپ میریزی. تاید مایت شوینده ها تا اینجا میریزی. بله شب بریزم. شوینده ها رو اینجا میریزی. شوینده مثل تاید. این تایده، این نرم کننده سفید کننده. خواستی لباس اضافه کنی 3 ثانیه هم استارت رو نگه میداری، دستگاه استوب میکنه. خب صدای در رو شنیدی، در رو باز میکنی. اون صدای تفل بود. آره. لباستو بنداز، دوباره استارت کن، ادامه کار. وسط کارم نخواستی لباس بشوری به هر دلیلی، خواستی خاموش کنی بری جایی چون بو میگیره، باید خاموش کنی، در باز میشه. دیدی لباسا رو در میاری، میذاری روی اسپین، فقط استارت میکنی. اون 1 دقیقه اولش تخلیه اضطراریه، مثل الان این تخلیه الان اضطراری کلی شد. آب توشه. آره دیگه داره آخو خالی میکنه، به صداش میاد. این علامتش کجاست؟ چی الان اینا؟ نه چیزو میچرخونی. بذار من بیام دونه نگاه چرا